سلام دوستان، میخوام یه داستان براتون تعریف کنم. داستانی پر از امید و پایداری. گوش کنید ببینید چی میشه. یه روزی یه مردی توی دریا سفر میکرد که یه طوفان وحشتناک اومد. کشتیش نابود شد و اون مرد بیچاره روی یه جزیره کوچیک و دور افتاده گیر افتاد. روزها تبدیل به هفته شد، اما هیچ خبری از نجات نبود. اون یه سرپناه از شاخه‌های درخت درست کرد و هر روز دعا می‌کرد که یکی پیداش کنه. یه روز که دنبال غذا می‌گشت، دید که سرپناه کوچیکش آتیش گرفته. دود سیاه به آسمون رفت و همه زحماتش توی چند لحظه دود شد رفت هوا. نشست روی ساحل، خیلی دلش شکست. با خودش گفت: چرا من؟ دیگه هیچ امیدی ندارم. اما صبح روز بعد، یک کشتی بزرگ توی افق پیدا شد که مستقیم به سمت جزیره می اومد. مرد خیلی تعجب کرد و پرسید: شما از کجا منو پیدا کردید؟ یه ملوان خندید و گفت: ما دود رو دیدیم و فهمیدیم یه نفر به کمک احتیاج داره. حالا نکته این داستان چیه؟ بعضی وقتها بدترین لحظه های زندگی فقط یه علامت برای اتفاقات بهتر هستن. چیزی که امروز مثل یه فاجعه به نظر میرسه، شاید فردا چراغ امید شما باشه. هیچ وقت ایمانتون رو از دست ندید.